سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که بنابر بی‌سرپناه ماندنش نابالغ دوسایف ابوبکر یوسفوویچ سال تولدش 2015 فرزند شهروند دوسایف سیاره اسانوونا روز 24 ینور سال 2023 با مساعدت خدمات کنسولی سفارت به وطن برگردانیده شد. سفارت گفت حجت‌های ضروری را برای ابوبکر دوسایف آماده کرده برای فرستادن او به نزد خویش و تبار نزدیکش به وطن مساعدت کرده است. در اطلاعیه تاکید شده است که قضیه مادر نابالغ تحت پیگیری سفارت قرار دارد. سیاره دوسایف و مادر ابوبکر که در یک آشخانه طعمه‌های گرجی در شهر میتیش در کنار مسکو کار میکرد، روز 4 ینور سال 2023 با اتهام کشتن همکارش آشپز آشخانه خینکال تبلیسو به حبس گرفته شد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده و دادستانی کل یوسف رحمان با ارسال درخواست‌های رسمی از مقامات روسیه تفتیش عادلانه قضیه سیاره دوسایف را طلب کردند. در دوشنبه بر این باورند که سیاره دوسایف در پاسخ به تحقیر و لطکوب و پس زدن شان اعتبارش از طرف آشپز گرجی به دست کارد گرفته از ناموس خود حمایت کرده است. 10 نفر از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که سیاره دوسایف را به حمایت نگذارند و از او دفاع کنند تا که به صاحب در روسیه گاوسود نشود.